منبر جهانی. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با موضوع زندگی پس از مرگ در خدمت شما عزیزان هستیم. همچنان که می‌دانید همه ما انسان‌ها در این جهان بزرگ برای امتحان آورده شده ایم و مدتی که هر یک از ما در این جهان سپری می کند قطعاً فرصتی است کوتاه و حساب شده. بنابراین هر کدام از ما باید برای زندگی دائمی و ابدی که شروع خواهد شد، یعنی با مردن و از این دنیا رفتن آغاز خواهد شد، توشه‌ای فراهم کند. زیرا که در اصل زندگی حقیقی ما همان زندگی است که بعد از این مردن آغاز می شود. پس زندگی پس از مرگ اصل زندگی و زندگی واقعی است که من و شما بدان روی خواهیم آورد. الله متعال در کلام مجیدش می‌فرماید کل نفس ذائقة الموت. در سوره آل عمران آیه 185 الله متعال می‌فرمایند که هر یک نفسی یا هر نفسی چشنده مرگ است. و انما توفون اجورکم یوم القیامه، و جز این نیست که همه شما پاداش خود را کامل داده خواهید شد در روز قیامت. فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز. پس هر کسی که از آتش دوزخ نجات بیابد، دور کرده شود و به بهشت وارد شود، یقیناً که رستگار شده است. و ما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. و نیست زندگی دنیا مگر متاعی اندک و فریبنده. همه این باغ و بستان، همه این زینت دنیا، زن و فرزند و زندگی و همه آنچه که در این جهان ما مشاهده می کنیم، بالاخره همه فانی شدنی است. همچنان که فصل پاییز و زمستان پایان بخش این گل و چمن و بهار است، قدرت الله متعال و اراده تعیین شده او تعالی پایان بخش همه این زندگی است که من و شما چه می‌بینیم و چه در خارج از ذهن خودمون و چه در اذهان خودمون برای خودمون ساخته ایم. بنابراین مرگ پایان بخش زندگی هاست و هنگامی که مرگ فرا برسد هیچ کسی از من و شما نمیتواند از مرگ فرار کند. فرقی نمی کند که چه کسی با مرگ روبرو شود. فقیر و تنگدست، ثروتمند و ناتوان، پهلوان و یک انسان عاجز، یک پادشاه و یک امپراتور
و یک کارگر فقیر در برابر مرگ همه یکسان هستند. همه باید از این جهان بروند و کل نفس ذائقة الموت، نفس هر کسی را شامل می شود که باید این مرگ را بچشد. انسان در دورترین نقطه ها، در عمیقترین دره ها و در بلندترین قله ها، هر جایی که باشد بالاخره از این جهان خواهد رفت. بالاخره مرگ به سراغ او خواهد آمد. الله متعال در سوره نساء می‌فرماید اینما تکونوا یدرککم الموت، هر جایی که باشید مرگ شما را فرا میگیرد. ولو کنتم فی بروج مشیده، اگرچه در ابراج بسیار بزرگ و عالی و بلند باشید، در کاخهای سنگی، هر جایی که باشید مرگ شما را خواهد گرفت و شما را از پای در خواهد آورد، چون که مرگ حکم الله متعال است و الله متعال ذات قادر و مقتدری است که هیچ کسی او را نمیتواند عاجز کند. هیچ چیزی او را نمیتواند عاجز کند. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر الله متعال هرگاه فرا برسد، فقط اراده او تعالی کافی است که اون اراده بکند و بخواهد. هیچ چیزی در برابر او نمیتواند مقاومت کند. مرگ با این که یک پدیده معروف است، بسیار آشکار و واضح، همه انسان ها در قرون متمادی در طول تاریخ آن را مشاهده کرده اند، دیده اند، همگان دیده اند که فردی از خانوادهشون، از دوستانشان از این دنیا رفته است. اما به حدی پیچیده است و به حدی اسرار نهانی دارد که جز الله متعال هیچ کسی آن را نمی‌داند. جوان تنومند، انسانی سالم، پهلوانی قدرتمند، امپراتوری مقتدر و مغرور، در عین غرورش ناگهان می‌بینید که به چنگ مرگ فرو می‌غلطد و هیچ کاری نمیتواند انجام دهد. لحظه ای که مرگ فرا میرسد، تمام پزشکان دنیا اگر جمع بشوند، اگر تمام اطباء جمع بشوند، تمام داروها تجربه بشود، اما جلو مرگ را کسی نمیتواند بگیرد. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. هرگاه که اجل انسان فرا برسد یک لحظه تقدیم و تأخیر نمی شود. حضرت اون ابن عبدالله ابن عتبه ابن مسعود رضی الله تعالی عنه، یعنی یکی از نواده های حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه، بر بالای منبر که میرفت همیشه در موعظه ها و خطبه ها میفرمود چقدر زیادن کسانی که روز را آغاز کردند اما تا شام نمیرسند. چقدر کسانی هستند که منتظر فردایند اما فردا را در نمییابند. مرگ و فرا رسیدن مرگ را تصور کنید تا اینکه این غرور و این بیخبری و غفلت را از یاد ببرید. آری، انسان به هر حال باید از این جهان برود
و باید محاسبه کند خودش را. اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین. آیا انسان نگاه نمی کند، فکر نمی کند که از چه چیزی آفریده شده است؟ از یک نطفه گندیده. فاذا هو خصیم مبین. این نطفه گندیده چقدر مغرور، چقدر از خدا بی خبر، چقدر از الله، از ذاتی که او را آفریده است بی خبر می شود و غافل. لذا الله متعال خطاب می کند یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. چه چیزی تو را مغرور کرده است به پروردگار تو؟ آری برادران گرامی و خواهران گرانقدر، به یاد قبر باشیم، به یاد آخرت باشیم، به یاد مرگ باشیم تا اینکه غافل نمیریم. برای آخرت خودمون توشه فراهم کنیم. ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. الله متعال میفرماید در روز حشر که تنها محشور خواهید شد همچنان که ما در روز اول شما را تنها آفریدیم. آری باید الله متعال را بشناسیم و شناخت الله متعال مستلزم این است که قبر و قیامت و مرگ و حشر و حساب و کتاب را در نظر داشته باشیم. در روزی که الله متعال می‌فرماید یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. در روز حشر همه انسان‌ها، همه مردم به پیشگاه پروردگارشون حاضر می‌شوند. چرا؟ لیروا اعمالهم، تا این که اعمالشون، کردارشون، پرونده 70 ساله و 60 ساله و 40 ساله و 80 سالهشون در جلوشون مجسم بیاد. نواری که تمام زندگی را انسان گذرانده بیاد در جلوش و اعمال خود را ببیند، حساب پس بدهد. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. هر کس به اندازه یک ذره عمل کرده باشد آن را خواهد دید و ثواب و پاداش آن را خواهد گرفت. فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. و هر کس که به اندازه یک ذره عمل بد انجام داده باشد آن را خواهد دید. آری سروران، امیدواریم که خداوند زندگی را برای همه من و شما با هدف بگرداند و من و شما را جزو انسانهایی قرار دهد که میدانیم چرا به این دنیا آمدیم و چرا زندگی میکنیم و این که بالاخره ما از این جهان خواهیم رفت و این که همه اعمال ما و همه کرداری که در اینجا انجام میدهیم همه در میزان گذاشته خواهد شد و ما در برابر ذره ذره این اعمال خود پاسخگو هستیم. امیدواریم که این احساس را خداوند متعال در من و شما زنده کند و در روز قیامت جزو کسانی باشیم که الله متعال میفرماید فاما من اوتی کتابه بیمینه. هر کس اعمال نامه او به دست راستش داده شود فسوف یحاسب حسابا یسیرا. یقینا که بسیار آسان از او حساب گرفته خواهد شد. و اما و ینقلب الی اهله مسرورا. طبعا در بین خانواده و دوستان خودش بسیار خوشحال خواهد رفت. و اما من اوتی کتابه وراء ظهره. خدا نکند که کسی اعمال نامه‌اش از پشت سر به او داده شود، یعنی ارزش این را ندارد که فرشته ای از روبرو بیاد او را مخاطب بکند، لذا از پشت سر اعمال نامه را به دستش خواهند داد. فسوف یدعو ثبورا. آن روز هلاکت خواهد خواند و خواهد گفت وای بر من، هلاک شدم. و یصلی سعیرا. و وارد آتش دوزخ خواهد شد. خدایا همه ما را از آتش دوزخ نجات بده و همه ما را جزو کسانی بگردان که در روز رستاخیز از رستگاران و پیروزان واقعی باشیم. خب سروران گرامی، امیدوارم که آنچه گفتیم و شنیدیم باعث زیادی ایمان و عمل من و شما بگردد و ما را به سوی دار حقیقی و سرای حقیقی راهنمون گردد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا دین تو
توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت، شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت.